روز 1 می ما برای فهمیدن جزئیات حکم رستم سید احمدزاده به دادگاه عالی مراجعه کردیم، اما در دادگاه عالی از پیشنهاد همگونه معلومات در این باره خودداری کردند. یک مسئول شعبه مدحله اول دادگاه عالی گفت حکم رستم سید احمدزاده تا حال به قوه قانون ندرآمده است و برای همین نمیتوانند درباره آن صحبت کنند. مسئول دادگاه عالی همچنین گفت رستم سید احمدزاده از بالای حکم به زینه کاساسیونی شکایت برده است و تنها بعد بررسی شدن حکم در این زینه دادگاهی آنها میتوانند جزئیات حکم را به رسانه‌ها بگویند. این حالت در تاجیکستان کم نظیر است، چون در گذشته در پرونده‌های پرسر و صدا دادگاه حداقل اعلان میکرد که متهم به چند سال زندان محکوم شده است. از سوی دیگر نزدیکان و وکیلان دفاع رستم سید احمدزاده هم نمیگویند که او به چند سال زندان محکوم شده است. آنها چند مراتب از ما خواستند در این باره چیزی پخش نکنیم. چند مرافعه اخیری سید احمدزاده در داخل بازداشتگاه موقتی و یا سیزا برگزار شد و به همین خاطر فهمیدن جزئیات حکمی او مشکل شده است. دادستان و یا عیبدار کننده دولتی برای دادرسی پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفوروف 9 سال زندان طلب کرده است. سید احمدزاده به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی، غیر قانونی برآوردن حکم و همچنین نشر اخبار دروغ متهم می شود، اما خود او در دادگاه در سخن آخرینش همه اتهام را رد کرده خود را بیگناه گفته بود. پرونده رستم سید احمدزاده به آن خاطر توجه زیاد را به خود جلب کرده است که او با صادر کردن حکم سفید معروف بود. در تاجیکستان حکم‌های سفید خیلی کم صادر می‌شوند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.